نمک طبیعی بهترین واکسیناسیون برای بیماری کرونا در سطح جهان. قبل از هر وعده غذایی، بعد از هر وعده غذایی مختصری نمک مزمزه بکنید و کمتر از 30 ثانیه اون رو میل کنید، قورت بدید. چرا بهترین واکسیناسیون از بیماری کرونا است؟ به دلایل متعدد. یک، نمک طبیعی دارای عناصری هست که متعادل کننده سیستم ایمنیه. دوم، دارای عناصری هست که افزایش دهنده سیستم ایمنیه. سوم، دارای عناصری هست که ساپرس کننده است، مهار کننده سیستم ایمنی در افرادی هست که بیماری‌های اتوایمیون دارن، مثل بیماری‌های روماتیسمی، بیماری MS و سلسله هازا. چهارم، نمک طبیعی دارای عناصری هست که خاصیت آنتی ویرال داره، ضد ویروس هست. همچنین نمک طبیعی دارای عناصری هست که خاصیت ضد خستگی، خاصیت آنتی هیستامینیکی، خاصیت ضد تورم یا ادم، خاصیت ضد تنگ نفس، خاصیت ضد التهاب، خاصیت آنتی اکسیدانی داره. پس تمام علائم احتمالی که برای بیماری کرونا در انسان متصور هست، خداوند تبارک و تعالی عناصری رو در نمک طبیعی قرار داده که این خاصیت رو داره که علاوه بر این که پیشگیری میکنه از ایجاد بیماری کرونا، میتونه کمک به درمان هم بکنه.